سلام. امروز ما بچه ما بردم مکتب. بعد از او رفتم تا کافه را. پیش خانه ما نزدیک خانه ما یک کافه خیلی مقبول است. باز برگشتم طرف خانه. یک ذره گوشت مرغ از یخچال بیرون کرده بودم، از فریزر یخش باز شده بود. باز گرفتم موار شستم، خوب پاک صفا شستم و در جالیگک موندم تا آبش کمی بره و بعدش امو ظرفایی که استفاده کردم برای شستن مرغ گرفتم موار شستم، تمیز کردم، چون که اینمیا بوی خامبویک میگیره باید زودتر شسته شود، تمیز شود. کلا همو میکروبی که یک نوع میکروب داره مرغ اونمو از بین بره و چربی ها تمیز شود. از روی سینک ظرفشویی 2 دانه پیاز و 3-4 دندان سیر گرفتم و چی کردم، پست کردم اونجا، تیار آماده کردم برای مرغی که میخوایم پخته کنم امشب. و پیاز رو قسمی که میبینیم پست کردم، پستش اصلا چی نمیشد راحت کنده نمیشد، مجبور شدم یک لایه پیاز بگیرم پست کنم امرایش. و بعدش یک ذره روغن ریختم، مرغا رو یک ذره ماندم که سرخ شود. همیشه در حینی که من مرغ سرخ میکنم، پیازای خودم کثیر خودم ریزه میکنم، میمانم که آماده باشه. اینجا دیدین که من از روی امو حرارت گرفتم مرغ وسو کردم، چون که وقتی که مرغ همو لحظه سرش واز کنه زیاد روغنی طرف میپره، ولی یک لحظه چند ثانیه بذارین در گوشه اینی دیگ خود باز وقت روغن زیاد که فرق نمیشه. اینجا میبینین که من پیازا رو اضافه کردم، ماندم یک ذره پیازا رو که اضافه کردم ماندم یک ذره نرم شد. بعدش یک ذره هرچی که دوست دارین سبزیجات بریزین. و اینجا من در گوشه گرفتم یک ذره برنج بر شب پالوی مرغ دم کردم. هوا بسیار سرد است، برف باریده. سالادی که از قبل یک ذره خوردش کرده بودم گرفتم، چی کردم، نمک و کمی مرچ سیاه و کمی روغن زیتون قاطی کردم کدش گت کردم. و به نظر من خیلی ساده و مزه‌دار میشه. حتما این غذای خوشمزه درست کنین، لذت ببرین ازش. و آخر شب وقتی بچه های من خوابیدن، من تانستم یک مدت زمانی را بر خود اختصاص بدم و شیشتم یک لحظه یک پیاله چای خوردم، یک لحظه کتاب خواندم و پلان ریزی کردم بر فردای. و واقعا باید آدم خدا را سپاسگزار باشه به خاطر این لحظات زیبا.